الله سبحانه و تعالی دعای انسان مؤمن بدون شک قبول میکنه و یقین انسان باید داشته باشه، حسن گمان به الله داشته باشه. ولی ای که نتیجه از دعای مرا آل میته الله میفهمه، آل نداد خیر است. 10 سال بعد میته بله بسیار خوب است. احیانا حفظ میکنه نتیجه دعای تو را برای آخرت. انسان مؤمن باید در دعای خود یقین حسن گمان داشته باشه که وقتی من دست خود به بارگاه الله بلند میکنم، الله بنده مؤمن و معتقد و خصوصا که مظلوم باشه، خصوصا که مریض باشه، خصوصا که مشکل داشته باشه، خصوصا که شرایط دعا در وجود ازی باشه، این دعا ازی رد نمیکنه. لکن اجابتشه که وقتی که بر از او امو آثار دعا داده میشه او باز فرق میکنه. برای یکی همون لحظه برش میته، برای یکی 4 سال بعد، برای یکی 10 سال بعد، برای یکی در نهایت عمر، برای یکی میگذارش در روز آخرت بیسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای عزیز و محترم، در درسای قبلی شروط قبولی دعا را سرش بحث داشتیم و در شروط قبولی دعا گفتیم که 2 قسم شرط داره. یکی شرط هایی که باید این شرایط در دعا موجود باشه و قسم دوم شرایطی که باید او کارها در دعا موجود نباشه. پس اگر ما دعا میکنیم که دعای ما قبول شوه، به این خاطر باید این شرایط مراعات بکنیم. در جمله دعاهایی که گفتیم شرایطی که باید در دعا موجود باشه، یکیشی بود که عقیده و صفات الله سبحانه و تعالی در وقت دعا داشته باشیم که الله رحمان است و رحیم است و قریب است و مجیب است. پس وقتی که الله رحمان است، هیچ کس از او که بر ما مهربان تر نیست و رحیم است، و وقتی که الله قریب است بر ما، پس نیاز نداریم پیش کسی دیگه بریم، الله بر ما قریب است و مجیب است. اجابت کننده دعا الله است. این 4 صفتی که مخصوص الله هست، این نه ملائکه داره، نه پیغمبر داره، نه کسی دیگه داره. این صفات مخصوص خالق متعال است. پس او است که دعای ما را قبول میکنه و با امی عقیده اگر دعا بکنیم دعا قبول میشه. این را تشریح کردیم در هفته‌های قبلی، باز تکرار نمیکنیم. شرط دومش گفتیم در درس‌های گذشته، فقط عنوانایش میگیم که شرط دوم در قبول دعایی بود که چون دعا عبادت است، باید در دعا شرایط عبادت موجود باشه. او 3 شرط اساسی است در عبادت که یک شرطش است که باید اخلاص باشه. پس وقتی که دعا میکنیم دعا را به خاطر رضایت الله و فقط از الله بخواهیم، یک شرطش است. دومش بود که دعا باید به طریقه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شود. ایناله اگر ما شما بگیم ولی ما اینی قسم دعا میکنم، میگیم که دعا درست است، تو اخلاص داری، لکن کوشش که دعای تو به طریقه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشه. ببین که رسول الله صلی الله علیه و سلم همین قسم دعا کرده، اگر کرده بود خوب، اگر نکرده بود یاد بگیم. از این خاطر در قرآن عظیم شان ربنا ربنا ربی تقریبا حتی من یک جایی دیدم نوشته بود 40 ربنا، یعنی همین ربنا در قرآن عظیم شان بسیار زیاد دعاها هست. الله تعلیم میده و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعا را تعلیم داده. پس اگر میخوایم که دعای ما قبول شود باید شد. و شرط سومش چی بود؟ که در عبادت که لباس انسان باید پاک باشه و اینم دفترهای قبلی من براتون تشریح کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله پاک است، بغیر از چیز پاک قبول نمیکنه چیزی که او پاکی نباشه. پس اگر دعا میکنی چطور میگه یک نفر دست خدا بالا میکنه، خاک پر است، جیغ میزنه که یا الله یا الله، و مطعمه حرام، غذای حرام خورده، و ملبسش حرام است، لباسش حرام است، در اتاقی که شیشتک دعا میکنه مثلا جایی است که او غصب است، مال مردم است، به زور گرفته. پس وقتی که انسان دعا میکنه متوجه لباس خود باشه، متوجه خوراک خود باشه، متوجه جایی که تو دعا میکنی. ایناله از این خاطر اینی شروط شد. دیگه از شرایطی که گفتیم که انسان مسلمان وقتی که دعا میکنه اخلاص در دعا را مراعات بکنه. فدع الله
مخلصین له الدین، گفته شما با دعا را بخواین، دعا بکنین مخلصین له الدین، که دین قانون الله را سر تطبیق بکنین و دعایت باید دو اخلاص بر الله باشه. دیگه از شرایط دعا چی است که این هم تشریح کردیم که به شکل خفیه باشه، چرا که الله ذات سمیع هست و ذات قریب است. ما نیاز نداریم که دعا بسیار چیغ بزنیم. چرا؟ به خاطر از اینکه اگه در دعا چیغ زیاد زده میشه، بسیاری وقتا در دعاهایی که با صدای بلند میکنن خوف و ریا داخل میشه. پس انسان مسلمان، اما آیت قرآن میگه که ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، پس انسان باید بسیار با تضرع و بسیار مخفی دعا بکنه. انه لا یحب المعتدین، الله معتدین خوش نداره. دیگه از شرایط دعا چی هستن؟ دیگه از شرایط دعا گفتن که حضور قلبی هست. وقتی که انسان دعا میکنه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه که واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، میگه الله اجابت نمیکنه او دعایی را که از یک قلب غافل باشه. یک نفر در غفلت است، هیچ متوجه نیست که من دعا چی میگم. از این خاطر دعای ما چرا قبول نمیشه؟ به خاطر از اینکه مثلا یک نفر نماز میخونه نمیفهمه که من چی گفتم، میگه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، معنایش نمیفهمه. این حال وقتی که دعا میکنیم قلب ما باید حضور قلبی داشته باشه که من در مقابل خالق با عظمت قرار دارم، کسی که زمین و آسمان خلق کرده. این حال وقتی که با این قلب دعا کردی دعای تو قبول میشه. اما اگر مثلا نفر دعا کرده میره، بسیار کساست که مثلا یک 50 تا دعا را حفظ کردن، تو بربرک وار خوانده میره، اما اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، تو میگه اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، تو باید قبر و عذاب قبر امی لحظه در یادت بیاری. اما میگه اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اما هیچ قبر در نظرش نیست. اللهم انی اعوذ بک من عذاب النار، هیچ متوجه نیست. از این خاطر حفظ کردن دعاها بدون معنایش با قلب غافل دعا پذیرفته نمیشه. دیگه چیزی که در چی هست او حسن گمان به الله داشته باشه. چه قسم؟ لا یموتن، رسول الله صلی الله علیه و سلم احدکم الا وهو محسن الظن بالله، رواه مسلم. آل حسن گمان در دعا باید داشته باشیم. چه قسم حسن گمان می داشته باشیم؟ یعنی در مسائل عقیده کلمه گمان، ظن به معنای عقیده می، یقین می. یعنی انسان وقتی که دعا میکنه در دعای خود یقین داشته باشه که الله دعای انسان مسلمان میپذیره، قبول میکنه. این یقین رو باید داشته باشه. خب شاید یک کس بگه که والا من دعا کردم لکن دعای من خو قبول نشد. هیچ وقت دعای مؤمن که با اینمی شرایط دعا میکنه که در او شرک نباشه و همین شرایط دعا باشه، این دعا رد نمیشه، دعا قبول میشه. اما نتیجه دعا را تو حاصل نکردی. خب نتیجه دعا را چه قسم حاصل بکنیم؟ فکر کو یک مثال براتون میگم. بچه جوان است، پدر خودم میگه پدر برای من یک موتر بخر. پدر برش میگه که بچه من برات موتر میخرم. پس تقاضای پسر خدا پدر قبول کرد. اما میگه بچه می اگه است، حال فعلا سن تو خورد است، حال تو یک کمک احساساتی هستی، حال فعلا در این شرایطی که تو قرار داری بر تو موتر خوب نیست، من برات موتر میخرم. به این خاطر حال میگه پدر چرا برای بچه خود گفت که حال نه؟ پس پدر مصلحت اولاد خودم میفهمه. من برات بچه موتر میگیرم، من بچه برات بایسکل میخرم، لکن فعلا نه، یا 2 ماه بعد یا 1 سال بعد یا بخیر که تو خوب لایسانس بگیری او وقت باز برات موتر میخرم که تو خوب. اینال الله سبحانه و تعالی از پدر ما تو کرده به میلیون ها مرتبه برای ما چی است؟ مهربان تر است. بعضی اوقات ما دعا میکنیم
دعای ما قبول شده، لکن آثار دعا را همون لحظه برای ما نشان نمیده. مغرور میشیم، متکبر میشیم، به نقص ما میباشه. مثل که اگر بچه در سن 14 سالگی پدر موتر بخره، پدر براش موتر خرید، تکر میکنه، بچه تکر میشه. پس پدر میگه نه عالی وقتش نیست که برای موتر بگیرم، پس برات موتر میگیرم. لکن بار که بچه خوب 18 ساله شدی، 4 سال بعد باز براش موتر میخره. بعضی اوقات میفهمه که والا 18 سالم کسی موتر برای نقص میکنه، شاید که رفیقای خراب سر دچار شوه، خرابی کنه، برش او وقتا موتر نمیگیره. این حال بچهش فکر میکنه والا این پدر من چرا این کارا میکنه؟ نه، به خاطر از اینکه او پدرت وقتش میفهمه. الله سبحانه و تعالی دعای انسان مؤمن بدون شک قبول میکنه و یقین انسان باید داشته باشه، حسن گمان به الله داشته باشه. ولی ای که نتیجه از دعای مرا آل میته، الله میفهمه. آل نداد خیر است. 10 سال بعد میته، بله بسیار خوب است. احیانا حفظ میکنه نتیجه دعای تو را برای آخرت. انسان مؤمن باید در دعای خود یقین حسن گمان داشته باشه که وقتی من دست خود به بارگاه الله بلند میکنم، الله بنده مؤمن و معتقد و خصوصا که مظلوم باشه، خصوصا که مریض باشه، خصوصا که مشکل داشته باشه، خصوصا که شرایط دعا در وجود ازی باشه، این دعا از رد نمیکنه. لکن اجابتش که وقتی که بر از او امو آثار دعا داده میشه، او باز فرق میکنه. برای یکی همون لحظه برش میته، برای یکی 4 سال بعد، برای یکی 10 سال بعد، برای یکی لنهایت عمر، برای یکی میگذارش در روز آخرت بیسه. دیگه از شرایط دعایی است که دعای وقتی که انسان میکنه الفاظ مسنونه باشه. درست است مثلا من دعا ساخته میتونم، تو دعا ساخته میتونی، لکن دعایی که قبول میشه که کلماتی که از کلمات رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. پس او کلماتی که الله دوست داره که دعا شوه برش، او را در قرآن در وحی جلی و یا در وحی خفی در احادیث رسول الله هم بیان کرده. پس ادبی که در دعا رسول الله هم داشت ما تو نداریم، این باید عقیده داشته باشیم. پس چطور میتونیم که الفاظ مؤدبانه استعمال بکنیم؟ شما مثلا پیش یک وزیر میرین، برای یک کس میرین، والا ما میخوایم به این وزیر یک 4 کلمه بگویم. تو بگی استاد یک 3 خط 4 خط برای من نوشته کو، کلمات را نوشته کو که وزیر که وقتی کلمات میگم خوشش بیاید و مؤدبانه باشه. متوجه هستی نه؟ پس خودت خوب الفاظ یاد داری، لکن به خاطر ازی که میترسی که نشه که امی الفاظی که من میگم کدام کلمهش خطا بخوره. یک استاد میری که او خوب ادبیات داره و خوب فصاحت داره و خوب بلاغت داره و خوب میتونه که چیز کنه، او برات یک 4-5 خط نوشته میکنه، باز میری همون 4-5 خط حفظ میکنی. باز وقتی که پیش یک وزیر یا یک انسان کلان رفتی، همون کلمات میگی، وزیر میگه که بسیار خوب شد. این حال ما و شما خوب فصاحت و بلاغت داریم، خوب کلمات استعمال میکنیم، لکن به او اندازه که رسول الله صلی الله علیه و سلم آداب استخدام الفاظ میفهمید، ما تو نمیفهمیم. متوجه است؟ پس به این خاطر از الفاظ خود کده در دعاهای خود از چی استفاده میکنیم؟ از الفاظ قرآن و از الفاظ سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. مثلا حکایت میکنه که فلانی پیغمبر این قسم دعا کرد، آدم علیه السلام. پس آدم علیه السلام چون پیغمبر است و آدم علیه السلام مثلا کلمات از الله یاد گرفته، پس فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. سعی اینجا میگه فتلقى یاد گرفت آدم علیه السلام کلمات از جانب پروردگارش، امو کلماتی که از جانب پروردگار خود یاد گرفته بود با امو دعا کرد، فتاب علیه، پس توبش قبول شد. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. پس چقدر خوب است که اینی انسان مسلمان وقتی که دعا میکنه از دعاهای پیغمبرها، که چون پیغمبرها مؤدبترین انسان ها در مقابل خالقشان بوده. مثلا یک پیغمبر میگه ربی انی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا، پروردگارا استخوانایم بسیار پوسیده شدن، موی سر ما هم سفید شدن، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، پروردگارا هیچ وقت در دعای خود شقاوت بدبختی نکردیم که پیش یک مخلوق رفته باشم گفته باشم که او فلانی تو برای من کمک بگیر، راستاً مستقیما به بارگاه خودت رجوع کردیم. باز از اون مطلب خود بیان میکنه. الله سبحانه و تعالی در سوره فاتحه برای ما و شما خوب ادب یاد میده در دعا.
که اول حمد میگی الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اول صفات الله را بیان میکنه که تو پروردگار حمد ثنا بر تو هست، چرا که تو رب العالمین هستی یکی، رحمان هستی دو، رحیم هستی سه، مالک یوم الدین هستی چهار. باز امو صداقت و راستی خدا برش بیان میکنه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار خاص به تو عبادت میکنیم و خاص از تو استعانت میکنیم. باز از اون مطلب خدا میگه که اهدنا الصراط المستقیم. اینی دعاست. پس الله تعالی هدایت میکنه انسان به راه مستقیم. پس قرآن ادب دعا را برای ما یاد میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم ادب دعا را یاد میده. از این خاطر میگه که کوشش بکنین که الفاظ دعایتان الفاظ مسنونه باشن، الفاظ چی باشه؟ منصوص باشه. الفاظی که در نص آمده این تاثیرش بسیار خوب است. دیگه از شرایط دعا چی هست؟ که قبل از دعا توبه بکنه. یعنی وقتی که دعا میکنی باید قبل از دعایت به الله توبه بکنی. از چی توبه بکنی؟ یعنی یک نفر قاتل است دعا میکنه، دعایش الله قبول نمیکنه. یک نفر از حرام خور است، از حرام خود توبه نکرده، این دعا میکنه. یک نفر مثلا ظالم است، پس الله دعای ظالم و قاتل و گناهکار و مشرک و بیدین قبول نمیکنه. پس اول باید از گناه خود توبه بکنی، بعد از اون دعا بکنی، دعای تو قبول میشه. از شبهات خودداری بکنی. شبهات چی هست؟ همین بعضی گپا که والا فلانی شیخ تو گفت، فلانی تو گفت، فلانی تو گفت. برادر از این گپایی که مردم احمد محمود میگه ترکو، از قال الله و قال الرسول بگی، مسائلی که شبهه نداشته باشه. از این خاطر در دعایی که در او شک وجود داشته باشه، الهی به حق آدم علیه السلام، الهی به حق فلانی، الهی به حق شاهد شرم شیره. از ابن عز حنفی که عالم بسیار بزرگ احناف است و در عقیده کتاب داره، چی میگه؟ میگه هیچ کسی سر خدا حق نداره. تو چی اومدی که به حق فلان به حق فلان؟ ای که سر الله حق داره، الله سر ما حق داره، ما سر زو حق نداریم. الله سر پیغمبرها حق داشت، پیغمبرها سر الله حق نداره. از این خاطر تو میگی والا به حق فلانی به حق فلانی. از این خاطر میگه از کلمات شبهات و از این والا به جای فلانی و به منزلت فلانی و به مقام فلانی و الهی به قبر فلانی و الهی برای چی و فلانی و فلانی. نه، پس الله که یک قسم بر تو دعا را تربیت داده. الله برای تعلیم داد که بگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. بهترین دعا هست. دعاهای پیغمبرها بهترین دعاها هست، هیچ شک شبهه در اون نیست. اما دعاهایی که در شبهات است او سبب میشه. خب دیگه از شرایط دعایی است که انسان احکام الهی را خوب بفهمه. مثلا قبل از دعا صدقه بده به یک فقیر و مسکین. ارحموا علی من فی الارض یرحمکم من فی السماء. سر اهل زمین رحم بکنین. یک کس را میبینی بود نداره، برو برش یک جوره بود بخر، بعد از دعا بگو پروردگار مرا ببخشید که رحمت الله چی شود؟ با دعای مظلوم برای تو چی شود؟ جذب شود. یک مریض از پرسان مریض میرید، اون لحظه که مریض بسیار خوار است، پیش از اون میری مریض چطور هستی؟ خوب هستی؟ باز دعا میکنی پروردگارا سر من هم رحمت بکن. چه خوب جای است، چه خوب جای است. در پالوی مریض پرسان مریض رفتی، بر خود دعا میکنی، بر از اون دعا کو، بر خودم دعا بکن، دعای خدا قبول میکنه. مظلوم است که کمک بکن، بر دعا بکن. بس از این خاطر انسانه که مثلا چی میکنه، روزه دار باشی، مثلا انسان روزه میگیره، مثلا انسان تهجد میخونه، سجده میکنه. در سجود وقت بهترین لحظه که دعا هست که انسان در حالت سجده باشه. در نیم شب، در وقتی که مثلا کلی خواب هستن، تو در اونجا میری وضو میکنی، می به بارگاه الله سر به سجده میمونی و در اونمو وادی سجده هیچ کس تو رو نمیبینه، گریه میکنی و میگی پروردگارا اینی حاجت مرا روا بگردان. دیگه شرایط توبه است که توسل به نامهای الله بکنی، مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الهی تو رحمان هستی، الهی تو رحیم هستی، الهی تو غفور هستی مرا مغفرت کن، الهی تو رحمان هستی بالای من رحمت نازل بکن. با اسماء الله الحسنا دعا بکنی و افتتاح ثنا با دعا باشه، با درود باشه. و دیگه کوشش بکنی که الفاظ، اماکن و اوقات و حالات فاضله را پیدا بکنی. در کدام وقت دعا خوب پذیرفته میشه، در کدام اماکن خوب دعا پذیرفته میشه. اماکنش مثلا تو در مقابل مسجد الحرام هستی، در مقابل بیت الله شریف،
او دعا پذیرشش بهتر است نسبت به اینکه مثلا تو در بین خانه هستی. دعایی که در داخل مسجد است او بهتر است نسبت به اینکه تو در داخل خانه هستی. در حالات است مثلا در بعضی احادیث آمده که اینی دعا بین آذان و بین اقامت این وقت خوب شرایط دعا هست. بعد از آذان دعا میکنی دعایت خداوند خوب قبول میکنه. بعد از نماز فرضی دعا میکنی دعایت الله خوب قبول میکنه. پس اینیا را بذارید. دوم قسمی که آداب عدمی هست که ما گفتیم در دعا باید اینی گپا نباشه. اگر بود دعایت خراب میکنه قبول نمیکنه. اول چیزی که هستی گفته عدم اعتدال. در دعا باید اعتدا نکنی. اعتدا چی هست؟ تجاوز در دعا است که انه لا يحب المعتدين، که انسان از حد و حدود خارج شود. از حد و حدود خارج شود و دعا بکنه. بلکه انسان اعتدا یا یعنی خلاصه چی مانا؟ بی‌ادبی در دعا. اعتدا چی رو میگن؟ که انسان بی‌ادبی در دعا بکنه. خب مثلا این بی‌ادبی ها چی است؟ شریک نمودن مخلوق در دعا هست. و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له. میگه چی از او کده بسیار گمراه‌تر است که مخلوق در دعای خود شریک میسازه. ایوازی که به الله دعا بکنه الهی تو مرا که شاید شمشیره ببخشی. سبحان الله. تو چرا میگی؟ بگو الهی تو مرا ببخشی. الهی شاید شمشیره را ببخشی که آدم بسیار خوب بود، شخصیت خوب بود، در افغانستان اسلام نشد. اما الله که از مخلوق که از شریک میسازه. از این خاطر الله میگه و من و کیس اضل بسیار گمراه‌تر ممن نسبت به کسی که یدعو من دون الله، بغیر از الله میره به یک مخلوق دست دعا بلند میکنه که شاید شمشیره مرا ببخش، او فلانی پیر صاحب مرا ببخش، او فلانی صاحب مرا ببخش. این چی که از این کلمه گمراه‌تر انسان نیست. من لا یستجیب له الی یوم القیامه، میگه او هیچ اجابت تا روز قیامت بر از او اجابت کردن و هم عن دعاهم غافلون. او کسی را که تو دست دعا را به بارگاهش بلند میکنه و هیچ نمیفهمه که تو گفتی یا نگفتی. چی گفتی؟ هیچ خبر نداره. در قبر جسد است. روحش در کجا هست؟ احادیث بخوان که روح شهدا در کجا هست. کت مرده در قبر است. روحش اونجا نیست. تو رفتی پیش یک اسکلت دعا میکنی یا پیش یک جسد دعا میکنی، روحش کجا هست؟ روحش اینجا نیست که در قبر فعلا. پس تو نمیشنوه. و هم قرآن چی میگه؟ و هم عن دعاهم غافلون. او عالم الغیب نیست که دعای تو را بفهمه. اینجا او عالم الغیب نیست. اگر پیغمبر هم علم غیب نداره. پس این حال چی هست؟ بسیاری کسایی که دیگه چی هست از جمله تجاوز؟ بدعت در دعا هست که چیزهای بدعتی را، الفاظ بدعتی را در دعا میکنه. والا اصلا ما یک دیگ حلوا به شاید شمشیره بردم دعا کردم. این بدعت است، ناروا هست، غلط است، نظر به مخلوق است. هیچ وقت دعای از این قبول نمیشه. 55 دیگ هم که ببری نه حلوایت هم خورده میشه و یگان وقت دیگش هم گم میشه. فایده نمیکنه. دیگه طلب آنچه که شایسته نیست. شایسته نیست. یک انسان مظلومه تو برای ما شما که این بدوا میکنه، پس خدا قبول نمیکنه. خداوند قبول نمیکنه از بسیاری کسایی را که مثلا اونا چی میکنن؟ دعایی که شایسته نیست تو دعا میکنن. پس باید انسان دعایی بکنه که شایسته برای یک مسلمان است. طلب کمک در حرام، یک نفر دعا میکنه، یک سازنده میخیزه دعا میکنه خدا دیگه مرا توفیق بده که امشب خوب یک دول بزنم. بعضی سازنده‌ای نمی قسم هستن، خصوصا نمی کسایی که ساز در دین داخل کرده یا خود دین خراب کردن، باز دعا میکنن که صحیح شه. ابدا الله دعای پس اینا متجاوز هستن در دعای خود. این چیزی است. دیگه چی میگه؟ میگه لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدعو باثم. امام مسلم یه حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله میکنه که چی است؟ میگه تا وقت دعای بنده اجابت میشه تا وقتی که به گناه یا به قطع صله رحم و تا وقتی که تا وقتی که عجله نکنه. اگر این سه کارا کرد باز دعاش قبول نمیشه. اول چی است؟ که به گناه دعا بکنه. یک دکان شراب فروشی جور میکنه، میگه خدا مرا توفیق بده که همین دکانه که من خوبم، تو دعای خدا قبول نمیکنه. یه نفر در یک بانک سودی کار میکنه، خدا دیگه بر من توفیق بده که در این وظیفه خود خوب مشخص باشه.
تو در بانک سعودی کار میکنی، او میگه 5% 7%، تو خو کت خدا در جنگ هستی. سود فاذنوا بحرب من الله، سودخور کت کی در جنگ است؟ کت الله در جنگ است. از این خاطر کسایی که در بانک‌های سعودی کار میکنن خداوند نه در مالش برکت میپرته و نه در دینش. طلب آنچه مخالف حکمت الهی است. الله حکمتش یک چیز است، این مخالف حکمت الله دعا میکنه، او را خداوند برش چیز نمیکنه. دعا بدون تضرع، تکلف در دعا، مثلا یگانه که در دعای خود شعر جور کردن، خدایا تو مرا صبح و شام ببخش. از کجا یاد گرفتی؟ از این خاطر گفته که اینی تکلف ای در دعا ای چی هست؟ تجاوز چی هست؟ استعانت بغیر از الله، بغیر از الله کمک. چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه اذا سألت فاسأل الله، وقتی که سوال کردی از الله سوال کن، از الله بخواه. و اذا استعنت، وقتی که استعانت میخوای، کمک میخواستی، فاستعن بالله، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه از الله استعانت میخوای. اگر اینی کارا را کس میکنه، یا کلش در جمله چی هست؟ در لست امو اعتدا یا تجاوز در دعا است. دوم چیزی که انسان مسلمان باید در دعا موجود نباشه او چی است؟ عدم ملوث بودن به حرام. از این خاطر انسان در دعای خود کوشش بکنه که ملوث به حرام نباشه. اگر در دعای خود ملوث باشه چی است؟ خب رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه الرجل یطیل السفر. این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به روایت مسلم. امام مسلم چی میگه؟ میگه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ برای میگه گفت که حدیث طویل است، میگه آیت شریف است عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ایها الناس، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ای مردم ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، الله پاک است بغیر از چیز پاک قبول نمیکنه. و ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین، الله مؤمنان امر کرده به آن چیزی که پیغمبران را امر کرده. فقال تعالی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ای پیغمبرا از چیزهایی که پاک است بخورین و اعمال صالحه کنین. و قال تعالی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ای مردم بخورین از چیزهای پاکی بر شما رسیدیم. باز میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ سعی اینجا بسیار مهم است. میگه ثم ذکر الرجل، باز میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد کرد یک شخصی را که چی میکنه؟ یطیل السفر، سفر بسیار طویل کرده، حج رفته، به مکه مکرمه رفته، به مدینه منوره رفته، یطیل السفر بسیار، اشعث اخبر. اشعث اخبر چی معنی؟ یعنی عزیز که سفر زیاد کرده، مویاش جنگل شده، روش غبار و خاک است، برو چه کرده؟ این رسول الله صلی الله علیه و امیر تمسیح میگه یمد یدیه الی السما، باز همین شخصی که روش خاک پر است، مویاش گدوت شده است، کالاش هم چرک و چتل است و سفر بسیار طویل کرده، باز این دیگه چی میکنه؟ این دیگه صاحب در مقصود که رسیده دیگه دست خدا میگه به طرف آسمان میکنه که یا رب دعا کرده میره. بر رسول الله چی میگه؟ و مطعمه حرام، غذایی که خورده چی است؟ حرام است. و مشربه حرام، چیزایی که نوشیده هم چی است؟ حرام است. و ملبسه حرام، و لباسش چی است؟ حرام است. و غذی بالحرام، و تغذیه شده اعضای بدن ازی با حرام. فانا یستجاب لذلک، رسول الله صلی الله علیه و آله کی اجابت میشه؟ ولو که هر قدر سفر کنی، ولو که هر قدر خودت چرک و چتل بسازی، ولو که هر قدر مویایت گرد و غبار بگیره، ولو که هر قدر جانت چرک و چتل شده باشه، ولو که هر قدر متحمل زحمات شوی، لکن غذایت حرام، نوشیدنیت حرام، لباست حرام، رسول الله صلی الله علیه و آله برای اجابت دعا نمیشه. پس اگر کس میخواد که دعاش قبول شود، باید برای قبولی دعا باید لباس خدا و غذای خدا و چیز خدا حلال بسازه. سومی کاری که است عدم عجله هست، که نگوید که والا من دعا کردم باید نمیل دعا کردم 2 دقیقه بعد آثارش رو ببینم. عجله نکنه، به خاطر ازی که از آداب چی است؟ عدم عجله هست. دیگه شرطش چی است؟ عدم دعا به معصیت. هیچ وقت دعایی که به معصیت میشه، یعنی بدوا را خدا قبول نمیکنه. بدوا را خدا
قبول نمیکنه. ولی ما بدوایت میکنه، برو بدوا کن. بعضی کساست خودش ظالم است، خودش غلط است، وقتی که برش یک باز بدوایت میکنه، بدوایت رو خدا قبول نمیکنه. چرا که اینجا گفته که دعای انسان ما لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدعو باثم، تا وقتی که دعا به گناه نکنه. پس وقتی که یک نفر بددعا میکنه، دعای بد میکنه، این دعا به گناه هست نیست. تو باید برای یک مسلمان دعای نیک بکنی، تو برای دعای چی میکنی؟ بد میکنی. از این خاطر میگه این دعای از قبول نمیشه. دیگه چی است؟ عدم معلق ساختن دعا. دیگه چی است که باید خود الله در حدیث شریف میگه؟ عن انس رضی الله عنه، حدیث صحیح بخاری است، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دعا احدكم فليعزم المسأله. میگه وقتی که دعا میکنه شما به عزم بگین که پروردگارا مرا ببخش، پروردگارا بر من جنت نصیب کن. اما این قسم دعا نکن ولا یقولن اللهم ان شئت فاتینی، که خدایا اگر خاصی برام بده، خدایا اگر خاصی مرا در جنت ببر. میگه این قسم نگو. متوجه هستین؟ اینو معلق نساز. او پروردگار برام نصیب کن، الله برات بده. دیگه چی هست؟ فانه لا مستکره لهم. دیگه چی هست؟ این نمی خودش همین کلمات است که در دعا بیادبی رو ایجاد میکنه. عدم غفلت است که ما شما پیشتر هم گفتیم که چی هست که رسول اکرم صلی الله علیه و آله چی میگه؟ ادعوا الله تعالی و انتم موقنون بالاجابه. دعا بکنین به الله و یقین داشته باشین که قبول میشه. و علموا ان الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل الله. از قلبی که غافل باشه و در لهویات مسئول باشه این است. از این خاطر در دعا باید غفلت نباشه، دقت باشه. دیگه چی است؟ از شرایطش که ناامید نشه. این انسانی که دعا میکنه ای باید ناامید نشه. خب یک مطلب دیگه هست که او رو باید خدمت شما در درس امروزی بگویم که شروط قبولی دعا را ما شما خوانده بودیم. یک مطلب دیگه بود که اقسام دعا را ما شما اگر فکرتان باشه خوانده بودیم، لکن دعا به اعتبار الفاظ اینی تقسیمش نخوانده بودیم که دعا به اعتبار الفاظی که دعای شرکی هست، توحیدی هست، و یکی دعاهای بدعتی هست و یکی دعاهای شرکی هست. اینی سه قسم بسیار مهم و خطرناک است که باید انسان این سه قسم دعا را بفهمه. لکن امروز براتون درس نمیتونم، ایره ببریم ان شاء الله تعالی. باز به هفته بعدی باز میخوایم که خسته نشین زیاد، خدای نخواسته. صحیح ان شاء الله.